او مردم توحید یاد بگیرن، او مردم از شرک نجات پیدا بکنن، از شرک نجات پیدا بکنن. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی میگفت؟ میگه وعلم، بفهم او عبدالله ابن عباس، ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. اگر کل امت بخوای بر تو که نفع برسانه، چیزی نفع رسانده نمیتونه مگر آنچه را که الله برات نوشته کرد. و ان اجتمعوا على ان يضروك بشيء، اگر کلشان جمع شود بخوای بر تو ضرر برسانه، لم يضروك، ضرر رسانده نمیتونه الا بشيء قد كتبه الله لك عليك، مگر چیزی که الله برات نوشته کرده. باور بکن که مجاهدی را میدیدیم که در میشار کابل هم چکر میزنه، هم تو بیغم میگرده، دل امریکایی را از زندگی سیاه کرده، الله حفظش میده. گپ پیغمبر و ما ینطق عن الهوی، گپ پیغمبر از هوای خود گپ نمیزنه، ان هو الا وحی یوحى، بر عقیده میتکه. اگر کل دنیا بخواد برات نفع برسانه، کس برات نفع رسانده نمیده، اما چیزی که الله برات نوشته کرده سببش یک کس میشه. اگر کل امت بخواد برات ضرر برسانه، صحیح ضرر رسانده نمیتونه مگر چیزی که الله برات نوشته کرده. رسول اکرم صلی الله علیه و چی یک درس میتونه میگه که رفعت الاقلام و جفت الصحف، قلم ها برداشته شده و کتاب ها چی شده؟ این حدیث کلان با ترجمهش نشته کنید نمی دیوال خانه تان با این. هر روز که جگرخون از کس خفه بودی این حدیث یک دفعه بخوان، باز از هیچ کس خفه نمیشی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. برادرای محترم، اول خو شکر بکنیم به الله سبحانه و تعالی که ما و شما را توفیق داد که در 42مین درس عقیده میشینیم. 42 درس عقیده در حقیقت اونمود تطبیق عملی دروس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که 13 سال کامل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم درس عقیده داد و تمام آیاتی که در این وقت نازل شد کلش در عقیده بود. و امروز این توفیق الله به بسیاری کسا نداده. از این خاطر می اختلافاتی که پیدا میشه، یک عالم بد میگن، یک عالم خوب میگن، یکی را تکفیر میکنن، یکی را سرش یک نام میمانه، دیگر نام میمانه. اساس بدبختی هایی است که همین توفیقی که الله بر ما و شما نصیب کرد که امروز 42مین درس عقیده را میخوانیم و این 42 درس از قرآن عظیم شان و از احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم استفاده میکنیم. از این خاطر میفهمیم که توحید چی است، عقیده توحید چی است، تقاضایش چی است، چی چیزا را باید عمل بکنیم و از چی چیزا باید دوری بکنیم. همین که با شما در 5 وقت نماز خود میخوانیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین، میگیم اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، دعا میکنیم پروردگارا ما را هدایت بکو به راه راست. هدایت دو قسم است، یکی هدایت علم است و یکی هدایت توفیق. هدایت علمی است که یک نفر الله برش توفیق بده که او عالم شود، و هدایت توفیقی است که الله بر از او توفیق بده که در اینمی مجالس و دمی درس ها اشتراک بکنه. بسیاری وقت هاست که یک نفر خوب بیکار هم می باشه، وقت هم داره، لکن الله برش این توفیق نصیب نکرده، امی دعایش قبول نشده، چون این نماز نخوانده، اخلاص نداشته، پس همین توفیق نداشته که در حلقات درس عقیده اشتراک بکنه. و یا حداقل اگر کدام درس از پیشش فوت میشه، از سی دی هایش استفاده بکنه. در کل امکانات است، مثلا اگر یک درس از پیش آدم فوت شد، میتونه از سی دیش استفاده بکنه و او رو در خانه خود بانه، خودش فامیلش عقیده کلگی جور شود. اما 30 سال 40 سال 50 سال از عمرش تیر میشه، تمام مشکلش اینمی است که در شک است و عقیدهش چرا جور نمیشه؟ عقیدهش به خاطر ازی جور نمیشه که درس عقیده نمیشینه. وقتی که آدم
عرب ها یک مثال دارن، میگن کل عدو لما یجهل، هر کس دشمن چیزی است که او را نمیفهمه. مثلا یک نفر کامپیوتر را نمیشناسه، وقتی که دادست تو کامپیوتر دید برات میگه که چی به درد میخوره این کامپیوتر، او سوپر تو وقت تا ضایع میکنی. یک نفر مثلا تجارت را نمیفهمه، تو چی کار میکنی؟ تجارت میکنی، چی به درد میخوره؟ برو یک کسب یاد بگی. اما او خبر نداره که این تجارت که از 20 چند از دکانداری از کسب کرده، اگر یک نجار مثلا ماه 50,000 پیدا کنه، تجار در یک ماه یک دفعه 5 لک پیدا میکنه. یک نفر مثلا پانتون ارزشش نمیفهمه، برو برادر یک جای کار کو، چی میکنی؟ لابد 34 سال 5 سال به معاش تیر میکنی، پانتون میخونی. پس عرب ها همین ضرب المثل است که کل عدو لما یجهل، هر کس دشمن چیزی است که او را نمیشناسه. این حال اکثر مردمایی که مخالفت با عقیده قرآن و سنت میکنن، کسایی که مثلا از قرآن برش صحبت شوه، از احادیث رسول الله صلی الله علیه و صحبت شوه، از ادب با قرآن، از ادب با الله، از ادب با پیغمبر که صحبت شوه، این مخالفت میکنن. چرا مخالفت میکنن؟ علتش این است که این دشمن عقیده اسلام است، با وجود از اینکه مسلمان است، دشمن قرآن است، دشمن سنت است. این از کجا پیدا شد؟ نمیفهمن. وقتی که یک کسی یک چیز را نفهمید، دو قسمت جاهل بود، با او مخالف است. اینال آدم شکر بکنه که الحمدلله ثم الحمدلله ثم الحمدلله که الله بر ما توفیق داد که دین حلقه درس بشینم. بعضی کسا یک حلقه در حلقه میه، پس توفیق از او سلب میشه، باز میره صاحب در درس 40 50 یا یک روزی از روز در رمضان میه در حلقه درس اشتراک میکنه، چرا که شیطان خال بسته است. خوب دیگه خوب هم تو زور زدن میاد مسجد قرار 6 دیگه که درس گوش میگیرن. همین روز دید که شد شیطان ها که خلاص شد، شیطان هم خود یک ماه دیگه صاحب بندیست، خوب چاق هم شده دیگه که میامد صاحب روزی چپک کده میره. در روز دید بیری که صاحب در مسجد همون کسایی که در نماز خفتن در تراویح پر هستن صاحب، الا شیر بیاره، الا یکی رو بینی یخ بیاره، الا نخل بیاره، الا چاکلیت بیاره، این کلش چیزای بیهوده است. والله در قصر پیغمبر سم کس در خطب تراویح نقل توزیع نکرده. اینو من قسم میخورم برات. یا در زمان پیغمبر سم کس در تراویح این قسمی ریاکاری نکرده که الان نقل بته و الان برای مولوی صاحب یک 3 متر تکه بته و برای قاری صاحب ماشین پیسه جمع کو. این با کلش چیزایی است که ما کشیدیم، این در اساس دین نیست. اینالی نه مردمایی که دیدی میگه پا مصروف هستن، این نقل و چاکلیتی که پا خدا بازی میتن، یگان دفعه در درس عقیده من میشینن. لکن این روز دید که شد باز بیری که صاحب کسایی که کمرایشان رو شیطان شکستانده چپیشان کرده، روزی دیگه شیطان خطا میخوره که خطا خورد بیری صاحب در نماز خفتن که در مسجد یک دو تاریش سفید که مولای مسجد بیچاره تو قرار یکیش قامت میگه کسی دیگه نیست، میگه نه بابا هر چند کدام آذان و قامت جانم بگرفت کسی نیامد، بازو وقت صاحب نیست. درس هم این گپ وارد ماه مبارک رمضان خوب در درس شیشته، از این خاطر میگه که کسی که روزیش قبول شده علامتش چی است که بعد از رمضان هم عمو تقسیم اوقات رمضان خدا داره. اگر تقسیم اوقات رمضانت با بعد از رمضان تغییر کرد روزیت قبول نشده. چرا او کسی را که الله قبول کرد بازو را توفیق میده 11 ماه دیگه هم در نماز خفتن و صبح در جماعت است. الله بازو را توفیق میده که در روزهای درس هم بیه. اما کسایی است که مثلا اگر اعلان بکنی که امروز یک محفل است بیاین در مسجد صاحب ببینی که در اونجا یک 4 تا استاد است، اینجا مثلا است بازواده که درس حقیقی قرآن و سنت است، باز که ببینی یا در اتاق خود دروازه را پشت سر خود قید کرده یا پیش تلویزیون شیشتم. از این خاطر شکر بکنین که پروردگار و قلیل من عبادی الشکور دو تا درسا کشیدین و این شکر پروردگار را که برای من توفیق دادی که ما در 42 درس عقیده اشتراک کردیم. و کسایی که در سابق اشتراک نکردن بگو پروردگار برای من توفیق بده که او 41 درس دیگه شه از سی دی بشنوم و در باقی ماندهش چی کنم؟ عملا اشتراک بکنم. در غیر از او چرا مثلا ما تقریبا چندین ماه هست درس عقیده را میخوانیم؟ از خاطر ازی که باز در روز قیامت خطرناکترین چیز که است عقیده هست. اگر از دروازه عقیده تیر شدی در دیگه دروازه که بسیار سهولت هست، رحمت خداوند کرده است، مغفرت خداوند کرده است، توبیت الله کرده است، کلش هم رایت است.
اما اگر از دروازه توحید دی دروازه بند ماندی و مشکل عقیده داشتی، خلاص دیگه گلمش جمع است. لئن اشرکت لیحبطن عملک. اگر با الله در کدام عبادتی یا در کدام صفتی یا در کدام خاصیتی که مخصوص الله است مخلوق شریک ساختی، لیحبطن عملک، تمام اعمال تو نماز تام از بین میره. از این خاطر شیطان چی میکنه؟ شیطان یک نفر به شرک مبتلا میکنه. یک نفر میره در یک زیارت، به می زیارت یک سجده میکنه، برای میگه ای صاحب زیارت برای ما یک بچه بده، دختر بده. یکی گپ ازد ایده شرک مبتلا شده، نال میگه برو یک دانه تسبیح 2000 دانه ای در گردنت پرتو، برو اعلان ملنگی بکن. این هر شیطان میگه نال دیگه دل زده، برو روز 20000 تسبیح هم که بگویه. چرا که شیطان میفهمه که هر قدر که بگی سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و تو اینجا به مخلوق سجده کردی، نظر به نام مخلوق کردی، عبادت مخلوق کردی، پس شیطان میفهمه کل ازی باطل است، کلش باطل است. با هم که کار بکنه، مثل که یک نفر در یک دفتر میره مکتوبش آمده کی منفک است، این تمام روز راضی امضا میکنه، بانش امضا کنه، صبح هم امضا کنه، دل شرخ آخر ما که شد برش میگه برو برادر تو منفک هستی، تو ماش نداری، صاحب امضا کردی، میگه امضایت اساس نداره، اساس نداره. در مکتب هم که بری هر شاگرد یک نمبر اساس داره، سرمعلم ها و مدیرای مکتب بی شاگرد نمبر اساس داره. شاگردی که نمبر اساس نداشت او گلمش جمع است، ولو که 10 سال هم درس بخونه میگه نمبر اساس نداری او سکو. پس اساسی که برای انسان مسلمان از چی است؟ عقیده توحید است. و این عقیده توحید تو یاد نمیشه که والا ما مسلمان پیدا شدیم. بسیار مردم ها مسلمان پیدا شدن. پسر نوح بابدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. این نیست که والا ما در خانه چیز پیدا شد. بنی اسرائیل که کافر شدن، لعنت خدا سرشان نازل شد، غضب الله سرشان نازل شد، یا اولادی یک پیغمبر نبودن، در نسل از یا به هزارا پیغمبر تیر شده، پدر کلان فلانی که قطار میچیندن پیغمبرا بود، لکن غضب الله سرشان نازل شد. از این خاطر آدم در این بازی نخوره که والا مثلا اولادی پیغمبر هستم یا ما در خانه مسلمان پیدا شدیم. وقتی که وقت نتی برای عقیده و در درس عقیده اشتراک نکنی، این مشکلی است که باور بکن که 55 مرتبه هم حج کنی، وقتی که اساس عقیدت خراب باشه کل عقیدت شف دلیت، کل حجایت خلاص، کلش هیچ پیش الله ارزش نمیداشته باشه. از این خاطر الحمدلله که الله ما و شما را توفیق نصیب کرد. 42ام درس عقیده شدیم. در درس عقیده ما و شما خوانده بودیم برادرای عزیز که در توحید در عبادات زبانی 4مین بخشش استعانت است. ما و شما تقریبا در عبادات زبانی حمد و ثنا یک تقسیم داشت که شرایطش، دلایلش، کدام حالاتش کلش خواندیم. بعد از اومدیم سر دعا که دعا چی شرایط داره، دعا چه قسم قبول میشه، دعا چه قسم انسان به شرک میکشونه، کل زیر خواندیم. بعد از اومدیم سر استعاذه، گفتیم که در استعاذه چی شرایط است، کدام مردم در استعاذه موحد هستند، کدام کسایی هستند که پناه میجوین، چی مشکلاتی دارن و چه قسم انسان از دایره توحید میبرایم. دیگه استغاثه و آل نوبت چیز برای ما شما میرسه در استعانت است. استعانت چی را میگن؟ استعانت از کلمه عون یا کمک گرفته شده. استعانه یعنی طلب عون یا طلب کمک است. مثلا یک کسی دیگر میگه که با فلانی شخص استعانت نمود، میگه الصوم عون علی العباده. الصوم عون علی العباده. چی معنی الصوم عون علی العباده؟ میگه اینمی روزه وقتی که میگیری این تو را کمک میکنه در عبادت. روزه تو را کمک میکنه در چی؟ در عبادت. روزه کس انسان با کمک میکنه، انسان قوت میده، قوت روحیش قوی میسازه، قوت معنویش، قوت اخلاقیش کل زیره. پس این انسان روزه داره برای عبادت ها تقویت میکنه. از این خاطر در ماه مبارک رمضان بسیار انسان ها عبادت میکنن و غیر از روزه انسان زود شیطان شکار میکنه. استعانت در اصطلاح چی را میگن؟ در اصطلاحی را علما میگن، یک عالم است مفسر قرآن است علامه سعدی. این سعدی که ما فارسی زبان داریم این نیست. این علامه سعدی چی میگه؟ هی الاعتماد علی الله تعالی
این اعتماد کردن از به الله تعالی فی جلب المنافع و دفع المضار. یعنی استعانت چی است؟ که به الله اعتماد بکنی در جلب کردن منفعت ها و از بین بردن چیزهای مضر، مع الثقة فی تحصیل ذلك، باز قلباً به او موثق باشی که انشالله این کار میشه. پس این چی است؟ این استعانت میگن. استعانت علما میگن که استعانت تجمع اصلین، در استعانت دو اصل اساسی میباشه. اول که به الله، یعنی الثقة بالله، ثقه به الله چی معنی؟ یعنی که تو باید موثق باشی که این استعانت و کمک برای من هیچ کس کرده نمیتونه، چون کلگی مخلوق هستن، این کار الله هست و الله میتونه برای من کمک بکنه. پس ایره میگه این چیزا باید والاعتماد علیه، اعتماد به الله داشته باشه. از این خاطر بعضی کسایی که سر خدا اعتماد نمیکنه، مثلا چه سر الله اعتماد نمیکنه، قرآن در خانش ماندگی است، قرآن در خانش ماندگی است و در آیت قرآن گفته که شفا در قرآن است و یک مریضی داره که این مربوط به طب نمیشه، مربوط به دعا و استغاثه و کمک و استعانت میشه. این مردکه در خانش قرآن ماندگی است و سوره فاتحه سوره شفا هست. متوجه هستین؟ اینمی قرآن و اینمی سوره فاتحه را ای به تفاوت گرفته، به این قرآن و به این سوره فاتحه ای اعتماد نداره که شفا هست، قلبش موثق نیست. از این خاطر در موتر سوار میشه میره در زیارت غزنی، پرسانش کنم اینجا چرا رفتی؟ والا مریض داشتم، برده میشه کجا؟ زیارت غزنی برده میشه. آیا شفا دهنده زیارت غزنی هست از نگاه عقیده و یا اینی قرآن عظیم الشان در این شفا هست؟ در قرآن آیت قرآن است میگه من مسلمان هستم. قرآن آیت قرآن چی میگه؟ و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه. ما نازل کردیم در قرآن شفا هم است و رحمت هم است للمؤمنین. آره هیچ این نفر چرا خش شفا پیدا نکرد وقتی که اگه برش قرآن خوانده شد؟ او خود گفته للمؤمنین، برای مؤمن. ای به قرآن به اینمی لحظه ای به قرآن اعتماد نداره، استعانت از الله و از قرآن و از این نمیگیره. استعانت از چی میگیره؟ به خطرها سن میره در موتر. چرا؟ عقیدتاً ای به ای باور است، به ای عقیده هست که اونمو کسی که اونمو فوت کرده او میتونه که مرا شفا بده، او آلکت از عالم ارتباط داره، او اینمی قدرت داره، او میتونه اینمی تصرف داشته باشه. اینمی شفا که در قرآن الله گفته دی اگر این موثق می بود یک مرتبه سوره فاتحه را میخواند با سیل میکرد که چی وضعیت میشد. این ایمان ما با ایمان صحابه کرام اینمی فرقش است که صحابه کرام برای قرآن وقت میدادن، برای عقیده وقت میدادن و وقتی که قرآن را میفهمیدن و عقیده را میفهمیدن باز مطابق از او عمل میکردن. از این خاطر برشان قرآن شفا بود. ما چرا قرآن هم میخوانیم سر ما تاثیر نمیکنه؟ چرا که در قرآن گفته و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. یک روز در یک دفتر ما یک کمونیست بود، ای هر وقت که یگان وقت پیدا میشد باز یگان پرزه میگفت، باز ما هم که یگان وقت پیدا میشد یگان پرزه میگفتیم. یک روز هم تو من چشمایش هم تو قوچلوق شده بود و تو یک قسم سهل میکرد، بسیار فامیده بود. باز ما گفتمش که ای چشمایت چی کرده؟ ای فورا استاد شد گفت که خوی شما میگید که در قرآن شفا هست و رحمت است و ننزل من القرآن ما هو شفا و رحمه. امی قسمت خوان و مرگ بگینی بخوان قرآن شریفه که تو میگی شفا و رحمت است که چشم جور شده. ما گفتم اگه من قرآن بخوانم برای تو چشمای تو کور میشه. چرا کور میشه؟ ما گفتم خود تو آیت صحیح تکمیل بکن. چی میگه آیت؟ ما گفتم در قرآن میگه که و ننزل و ما نازل کردیم من القرآن، در قرآن شفا و رحمه للمؤمنین. لام برای تخصیص است. گفتم تو خوب هستی یا کما که صرف و نحو را میفهمی که اینجا تخصیص است برای کی؟ یعنی خاص است همین شفا و رحمت برای مؤمنان. ولا یزید الظالمین، و زیاد نمیکنه برای ظالمان الا خسارا. برای ظالمان چی است؟ خسارا. ظالم کی هست؟ مشرک است. ان الشرک لظلم عظیم. شرک ظلم بزرگ است. پس تو ظالم هستی، تو با وحدانیت الله اعتبار نداری، تو میگی که نه قانون مارکس و انگلس و لنین باشه قانون الله نباشه. تو در این قسمت ایمان تو سلب است، تو ظالم هستی. این حال اگر تو من برای تیره میره بخوانم عوض که بر تو فایده بکنه تو چی میشی؟ کور میشی.
اینال صحابه کرام این مطالب میفهمیدن. از این خاطر حتی یک حدیث شریف است که در یک منطقه میرن، یک کسی مریض می باشه، چطور می باشه، سوره فاتحه را میخونن، سوره فاتحه را میخونن و بر از مریض شفا حاصل میشه. اینال ما چرا تی مشکل داریم؟ به خاطر ازی که ما اول وقت نداریم که قرآن عظیم شانه حداقل بخوانیم، باز به درس تفسیر قرآن وقت نمیتیم و اگر وقت دادیم درست نمیفهمیم. به خاطر ازی که اگر دمی خوب قوت درس باشه، یک زنگ آمد برات، استاد میفهمه که این جمله بسیار جمله دقیق است، لکن شاگرد جمول لحظه برش زنگ آمده مبرای بیرون، او که بیرون رفت اما اساس دو سیر مسکه مهم نیست، 1 کیلو دو سیر از دو سیر امی ماس 1 کیلو مسکه گرفته میشه. در این واده که همین مسکه از یه بر آمده، باز برای که هر قدر مثال میتی هیچ کلی ازی خلاص نمیشه. چرا؟ به خاطر ازی که برای اونم یک زنگ موبایل از درس عقیده که زیاد ارزش داره، از این خاطر درس عقیده را قطع میکنه و میره پشت موبایل خود، باز کپک پس که میه ای کاکا کپک خان که هر قدر درس بشینه اصل درس نمیفهمه، چون اصل گپ و اصل مطلب از پیش ازی رفت. پس اینال استعانت چی رو میگه؟ که در استعانت باید دو چیز باشه. انسانی که میگه ایاک نستعین، کلگی میگه ایاک نستعین، لکن چند نفر است که به این ایاک نستعین موثق است و اعتماد داره که اگر من اینمی قرآن بخوانم اینمی قرآن شفا و رحمت است. امی عقیده رو داره. این عقیده چه وقت حاصل میشه؟ وقتی که انسان عقیده توحید درست در قلبش جای بگیره. والله من مسلمان هستم، لکن وقتی که من مریض شدم از این خاطر بسیار مردم ها رو شما سائل کنین که بر زبانت حمدگو یا در دلت پیدا سنم، ای به باطن کافر و ظاهر مسلمانی چی سود؟ در ظاهرن مسلمان است، مردخانی مسلمان هستم، اما وقتی که درس توحید برازی گفته شود باز ای چی میکنه؟ میگه نه والا صاحب این گپ ما قبول کرده نمیتونم، این گپ ما قبول نمیکنم. چرا؟ اون روز یک استاد ما سر خضر یک کنفرانس داشت، گفت یک تعداد مردم بگن که خضر زنده هست. خب گفت خضر که زنده هست، گفت وقتی که خضر زنده هست در دنیا زندگی میگرده؟ گفت ها میگرده. خب گفت خضر که زنده هست و در زندگی میگرده، چرا این خضر نمیایه و آل فعلا رهبری مسلمان ها را به دوش نمیگیره؟ اگر اون مکلف از در دنیا بر تو کمک میکنه، بر از او کمک میکنه، بر از او تا بالا میگرده، این خضر کجا هست آل فعلا که بخیزه مسلمان ها در این حالت هستن؟ بخیزه بگه این اصلا من خضر هستم، من پیغمبر خدا هستم، کل مسلمان ها پشت سر از استاد میشن و جمع میشن. این کجا هست؟ این قرار خضر 6 سال زنده هست تا که یگان تا پیدا شه و باز یگان چرسی و بغایی بازو که از او ارتباط بگیره. گفت برادر این خضر زنده هست؟ گفت هیچ دلیل وجود نداره که خضر زنده هست. چرا که اگر تو گفتی که این زنده هست در زندگی دنیا، یکی شهدا هست که وا زنده هستن، عند ربهم یرزقون، به نزد پروردگار رزق میشن و زنده هستن. اما این شهیدی که زنده هست به این معنا نیست که در این زندگی دنیا زنده هست. اگر ما بگیم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زنده هست و ارتباطش که ما در دنیا هست، پس رسول الله باید رهبریت جهاد عمل بگیره. میگیم نیست، وظیفه پیغمبر صلی الله ختم شد، رهبری جهاد خدا کرد، اسلام نشر کرد، صحابه را تربیت، در 63 سالگی از این دنیا رحلت کرد، زنده هست به نزد پروردگار و نعمتهای الله برش است، رزق میشه و همه چیز است. اما حالی که بیایه بر ما کمک بکنه، اگر باز بگیم زنده هست و در این دنیا هست و فعلا میتونه تصرف بکنه و هیچ کار نمیکنه، باز اونجا در اون صورت مردم میگه خیلی چه قسم رهبر تو زنده هست و در دنیا هم است و قرار بیکار شیشته، چرا رهبری جهاد نمیخیزه نمیگیره؟ پس کسایی که عقیده را درست نمیفهمه غیر مستقیم پیغمبر را متهم میسازه. تو بخی برای یک امریکایی که مسلمان نیست درباره پیغمبر تو را پرسان کنه، میگن پیغمبر چطوره زنده هستن؟ حضرت علی زنده است؟ تو بگی آ صاحب شهید بود زنده است. حضرت حسین شهید بود؟ بله. زنده است؟ زنده است. چی میکنن؟ در دنیا هستن، کمک میکنن. اگر دعا بکنی بری در پیش قبرش تو را شفا میده که کمک هم میکنه. خب او از پیش پرسان میکنه خیلی چه قسم رهبر تو است که حالا قرار دم قبرش ایشته؟ اگر زنده هست بفرمایه برای بخیده رهبریت تا نبگیره، منسجم بسازه، دیگه هیچ مشکل هم پیدا نمیشه. این حالا پس
چی کرد؟ غیر مستقیم امی شخصیت های بزرگ ما رو چی ساخت؟ متهم ساخت. عقیده توحید چی میگه؟ میگه نه ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، نگوین کسایی که مرده و مقتول نگوینشانه، بگوین که شهید هستن لکن مردن. انک میتون، در آیت دیگه میگه پیغمبر صلی تو انک میتون و انهم لمیتون، ای پیغمبر تو هم میموری. بس در یک آیت میگه نگو که مرده، در یک آیت میگه مرده، میگه این مرده دنیایی است، در دنیا در عالم موت چی شد؟ مرد. زن یتیم بیوه است، زن شهید بیوه است، طفل شهید یتیم است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله در 63 سالگی از این دنیا رفت، رحلت کرد. در کجا زنده است؟ عند ربهم، به نزد پروردگارشان، در جهان دیگی اونجا مقام خود دارن. اما در جهان ما رابطهشان با این دنیا ختم است. چرا اگر ختم نمی بود باید این دنیا می بود، رهبریت جهاد می گرفت، رهبریت دعوت می گرفت، کار می کرد و ما و شما می بینیم. اما با این شکل نیست. مکلفیتشان از دنیا، مکلفیت پیغمبر صلی الله علیه و آله ختم است. از این خاطر بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله به هزارها حدیث دروغی سر پیغمبر گفته شد. پیغمبر زنده می بود، در عالم موت می بود، بر مردم می گفت که این نخیر سبینی احادیث غلط است یا چطور است یا فلان است. از این خاطر ایناله وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله این قسم از شهدا این قسم از ایناله ای چطور میتونه که این نفر پیش از این قبر میره ایره شفا میده؟ به چی اساس ایره شفا میده؟ یعنی به چی اساس ایره شفا میده؟ اینجا در قرآن چرا در خانه قرآن عظیم الشان است و در قرآن عظیم الشان و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه، این چی عقیده کردی؟ از این خاطر دقایق عقیده، نقطای دقیق عقیده که بر انسان معلوم میشه که همیشه ما بر دوستان میگم که برادرای عزیز شما کوشش کنین که عقیدهتون قوی بسازین. اکثرا دعوتگرا هستن، اکثرا دعوتگرایی که در این مجلس هم شیشتن، چون اکثرا الحمدلله اینجا که بسیاری کسایی که میای 90% شان دعوتگرای اسلام هستن، اکثرا ما دعوتگرای دیدیم که عقیدهش ضعیف است. مجرد که یک گپ برش گفته شوه تکت میشه، دلش میکفه. او برادر عزیز وقتی که تو در خط دعوت افتادی، خب فکر طبیعی که هر پیغمبری که رفته تو باید نصیحت لقمان بگیری. یگانه کسی که با حکمت بود و در قرآن عظیم الشان نامش ذکر شده لقمان علیه السلام است. ولقد آتینا لقمان الحکمه. این علما میگن که لقمان پیغمبر نبود، نامش در قرآن آمده، پیغمبر نبود، در پیغمبر بودنش اختلاف است. میگن یک شخص صالح و یک انسان حکیم بود، یک دعوتگر بسیار خوب و قوی بود. الله جل جلاله برای می حکمت داده بود. از حکمت چی است؟ برای بچه خود داعی تعیین میکنه. چون که شما دعوتگر میشین لکن لقمان رو نمیشناسین، دعوتگر میشین نصیحت های لقمان رو نمیفهمین. این برای بچه خود چی میگه؟ میگه یا بنیه، اول خود مسائل شرک و گپا رو برش میگه ولقد آتینا لقمان الحکمه ان اشکر لله. باز اونجا در آیت بعدی دیگه چی میگه؟ و اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی اول گپ لا تشرک بالله. اول در دعوتی است که تو مردم عقیده را درست بفهمونی. متاسفانه بعضی جوانای ما هست وقتی که میرن در یک مسجد 1 سال درس دادن لکن مشکل عقیدتی خودش داره، خودش دعوتگر مشکل عقیدتی داره. چرا؟ عقیده را خودش نمیفهمه. اگر این عقیده را درست میفهمید هیچ وقتی مشکلات برای منطقه ایجاد نمیشه. چرا؟ وقتی که مردم عقیدهش درست ساختی هیچ کس همراه تو مخالفت نمیکنه، هیچ کس همراه تو مخالفت نمیکنه. اما اگر تو از خط اول مانی مخروط دینت سرچپه است، ما یک استاد داشتیم در کشور عربی که تازه جرا بحث کردیم، گفت گفت شما مردم افغانستان و پاکستان گپ نزنین. چرا؟ گفت شما مخروط دینتون سرچپه است. ما برشون گفتیم صاحب مخروط دین ما چه قسمی سرچپه است؟ گفت ما براتون گفتم شما. ما گفتم نه استاد لطفاً برای ما همین موضوع رو تشریح کنید که ما بفهمیم که مخروط دین ما سرچپه چی معنی است. گفت مخروط دینی قسم یک مخروط است، شکل مخروطی است. در اصل از این مخروط گفت چی است؟ در اصل از این مخروط گفت در اصل عقیده است، باز فرایض است، باز واجبات است، باز سنن است، باز مستحبات است، باز مباحات است. شما گفت قسمی جورش کردین. افغانا از کجا شروع میکنن؟ از مباح. اول سوالشان در چی است؟ در مباح. باز که بسیار زور زد در مستحبات، باز که بسیار زور زد در سنت ها. در عقیده گفت شما نمیرسین. از این خاطر گفت شما خدا میدانه که از این دنیا سی برین. ما گفتیم خشیتو کنیم، گفت قسم چپک خدا. ما گفتم من سر از امروز ما خدا چی کردم؟ مخروط خدا پس جور کردم. از اون روز ما تا امروز سر عقیده کار میکنم. تا بالم عقیده پختانه شده.
تا بالا هم هر درسی که در عقیده میگیریم خودم خوانده میرم میفهمم که والا ما اینجا مشکل داشتیم. باور بکن اون وقتی که ما اونمو که استاد دارالعلوم عربی کابل بودم، فارغ از دارالعلوم عربی کابل شدیم، اول نمره فارغ شدیم، پس استاد در کادر گرفته شدیم. اون صاحب بریاله شاگردم از قاری طاهر شاگردم از اون وقتی که ما در مدرسه دارالعلوم ما استاد بودم. بعد از اون 15 شرایط خواندیم، باز بعد از اون رفتیم در لیبیا هم 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال درس خواندیم. پس آن وقتی که این موضوع مخروط یاد شد که من سر عقیده آمدم، دیدم باور بکنین که من مشرک هستم. چی هستم؟ مشرک. ای که بالفعل موحد هستم، لا اله الا الله میگفتم، در او شک نداشتم، لکن کارایی میکردم که مرا در شرک مبتلا بکن. تعویض ما میدادیم، مردم به زیارت ما کش میکردیم، گوسفندای زیارت مردم میفتیم، الله برن گوسفند برای زیارت برش پول بابا یک دانه گوسفند ذبح کنن مریضتان خوب میشه. خب من بعد کردم از شرک مبتلا کردم. لنگیم هم چی میگه، قواریم هم خوب بود، کلگی میفتن، ها مرا باز میفتن مولانا صاحب نورانی، من لنگی میپوشیدم باز میفتن چقدر نورانی و منور است. نورانی را چی کنیم که تو مردم از شرک مبتلا بکنیم؟ پس آن فهمیدیم که از برای خدا ما چی بد کردیم، ما چی جک زدیم. کاش که نمیخواندم، کاش که مدعی نواسی از پیر و زیارت نمیبودیم. خدا شرمانده ما مردم ما پیرخانه تباه کردم، مردم خاص ما تباه شد. ما به نام اولاده پیغمبر، به نام پیر صاحب و آقا صاحب دستای ما را ماش میکنن. باور بگو که من واقعا سعی گفتم اگه مردم عقیده درست بفهمن ما را کت لغت باید میزدم. چرا ما را خدا شرک کردی، مردم مبتلا کردی. یک کمکی که یک کسی گپ دین نمیزد، چون ما دیگه کل مردم به ما اعتماد میکرد، یک کسی یک کمک گپ دین نمیزد میفتیم این وهابی است. پس آن خانم که برادر وهابی وجود نداره، اصل عقیده این مردم است. کل عیب دما هست، کل عیب دماست. اصل وهابی خب ما هستیم. اگر وهابی رو که یا میگن کافر هست و مشرک است، کفر و شرک خب ما در بین مردم نشر کردیم. بنام کی؟ بنام ازی که والا صاحب مولا ما از طرف پدرم ملاخیل هستیم، از طرف مادرم ملاخیل هستیم، با از طرف پدر پیرخانام هستیم و دستای ما را ماش میگن، پای بار میگن. پس آن که قرآن خواندم، حدیث خواندم، ای گفتم کاش که در خانه یک آدم یک جوالی پیدا میشدم، حداقل در روز آخرت خود جوابگوی از این خاطر است که من هر جایی نمیده با صراحت برای مردم میگم که او مردم توحید یاد بگیرن، او مردم از شرک نجات پیدا بکنن، از شرک نجات پیدا بکنن. 200 قسم سرم نام بانم، من میگم که این 500 قسم نام بانی مال فامیدیم که دلتان بکفانی که همی هر چیز بگوی. چرا لقمان حکیم پیشتر که برای دعوت گرا گفتم در دعوت چرا است؟ چرا ما مثلا متزلزل نمیشیم؟ چرا متزلزل نمیشیم؟ به خاطر که روزی که من یه آیت قرآن فهمیدم این برای دعوتگرا هست که لقمان حکیم برای بچه خود گفت چی گفت؟ گفت یا بنی اول خواست شرک گفت دوری گفت خودی میکنم، گفت دوم کار یا بنی اقیم الصلاه، نماز بخوان، خوب صحیح نماز بخوان که نماز رابطه تا با خالق متعال مستحکم بسازی. نماز خود دعوتگر که خراب باشه دیگه رابطهش خراب باشی دعوتش کار میکنه. بعد از او برش گفت که سیوم کار چی هست؟ وامر بالمعروف و نهی عن المنکر. سیومی کار چی است؟ که دعوت بکن، مردم به نیکی امر بکن، از بدیها منشان بکن. لکن یک قید برش مان سعی کن، این قید بسیار قوی هست. گفت واصبر علی ما اصابک. چرا گفت لا تشرک بالله؟ در اونجا مردم ضرر نرسان. گفت خود تو خود شرک نمیری که چیز نمیگید. نماز میخوانی؟ گفت نه. اما در دعوتگر مسلمان لقمان بر بچه خود فهمید که بچه جان روزی که دعوت شروع کردی کاکا شیر آقا در جانت میخیزه، کاکا گل آقا میخیزه، صوفی شیردل میخیزه، فتح کور سرت میخیزه. فهمیدی؟ مثل ما ملاهایی که پدرای ما پیرخانه بود که تمام روز تعویض میدادیم و از سر دین تجارت میگه من در مقابلت میخیزم، اینی مردم آدم مقابلت میخیزه، تو را بد میگه، سرت نام میمانه. خفه نشو سر از این نام، چرا که اولین این نامای زشت سر نخستین دعوتگر اسلام که رسول الله صلی الله علیه و سلم بود ماندن. رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از دعوت به توحید تا 40 سالگی قرار آرام شیشته بود. نکت ابو جهل غرض داشت، نکت ابو لهب غرض داشت، نکت بت غرض داشت، نکت چیزی میگفت. خودش میرفت قرار ده غار حرا یگان دفعه میشش چت میزد. خب در دین کی بود؟ در دین ابراهیم علیه السلام. ابراهیمی بود، عقیدهش عقیده توحید بود، لکن دیگر اساسات جزئیاتش نمیفهمید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امی
لكن باز که جبریل امین آمد و برش فامان اقرا باسم ربک الذی خلق و برش میگه بخوان. این میگه من خواننده نیستم. میگه بخوان. میگه خواننده نیستم. جبریل برش میگه اوه محمد صلی الله علیه و سلم ما تو را درس میتونی، خالق متعال تو را علم القرآن تعلیم میکنه، تو برات آیت قرآن بخونه که تو استاد تمام پوهانده و پروفسورهای دنیا شوی. اقرا باسم ربک الذی خلق. از این خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از نزول عالم در تمام، در سیاست، در اقتصاد، در عقیده، در کلش پروفسور شد. اگر کسی بعد از نزول وحی برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم باز بگه که این امی هست، این گپ غلط است. چرا؟ الرحمن علم القرآن، الله برش قرآن یاد داد. استادش جبریل امین بود و 23 سال و در 23 سال در پوهنتونه که استادش جبریل امین است، ملائکه هست، این درس خوانده. حالا هم طور امی میگی بعضی مردم های بی سواد و جاهل و احمقی که دین نمیفهمه میگه درست است در اول قبل است. وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 40 ساله شد و برش وحی آمد، تا 40 سالگی که کس غرض نداشت. محمد امین، محمد طاهر، محمد طیب، محمد صادق، کل لقبای خوب خوب برش میدادن. اما روزی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خیس برشان گفت که قولوا لا اله الا الله، ابو جهل ابو لهب اوه الا صبر چی میگن؟ سیسا شد لا اله نیست هیچ کسی که قابل عبادت باشه برش سجده و رکوع شود، نه بت‌های قریش، نه قبرهای پیغمبرای یهود و نصارا، نه قبرهای مردم حبشه، نه تصویرهایی که مردم حبشه در قبرستانهای خود جور کرده. یکی از جا قابل عبادت نیست. لا اله الا الله، بغیر از الله. یک دفعه صاحب کل از جا خیستن لقبا را سرش باندن. کاذب، دروغگوی، کذاب، بسیار دروغگوی، ساحر، کاهن، دیوانه، جادوگر، کل لقبا را سر پیغمبر باندن. حالا تو دعوتگر مسلمان تو رتبه از پیغمبر که بالاتر است. تو که ساحر هم نگفتید، کذاب هم نگفتید، از خانه هم نکشیدید، سر چند نفر در خانه هم حمله نکرده. تو یگان کلمه یکای عادی تروریست، فاندامنتالیست، وهابی، اینی گپا رو سر دوست یا کل چاکلیت مینو رو باید دعوتگر بخوره. تو در خط پیغمبر روان هستی. او برش گفت که وقتی که تو در خط رفتی حتما واصبر علی ما اصابک. چرا علماء مفسرین میگن چرا گفت واصبر علی ما اصابک؟ گفت به خاطر اینکه وقتی که دعوت کردی برات مصیبت میرسه، از نزدیکترین دوستت برات یک ضرر میرسه، در خانه‌ت، از برادرت، از پدرت، از کاکایت، از مامایت، از دوستای بسیار اقاربت. تو میبرد که گپ میزن که خوب همت متوجه میشی شد. اینا دعوتگره که ضعیف باشه، یاد داشته باشه، میگه از مصیبت میرسه. مصیبت با چی است؟ با زبان است، مصیبت با دست است، مصیبت از مسجد کشیدن است، مصیبت از چی است؟ از این هست. این مصیبت ها برات میرسه. اینا اگر تو قرآن دعوتگر و اساس قرآن باشی، میگه خلاص رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اگر یک سیلی به خاطر دعوت خوردی، الحمدلله امروز 65 میلیون متر به پیغمبر نزدیک شدم. چرا؟ پیغمبر به خاطر دعوت سیلی خورد، به خاطر دعوت سرش چرقید، به خاطر دعوت 2 دخترش طلاق داد. مجرد که دعوت شروع کرد، ابو لهب گفت والا یک ضرر کلان به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برسانم. گفت چه قسم ضرر برسانم؟ گفت یک ضرر کلان برش میرسانیم که 2 دختر پیغمبر صلی الله علیه و سلم و 2 بچه ابو لهب گرفته بود. دخترای پیغمبر سنوایی کی بودن؟ ابو لهب. گفتن کلان ضربه ای است که دخترایش یک ضربه بزنیم. بچهای خدا گفت الله هر دو زن طلاق بدین رای کنین در خانه پیغمبر. و هر دو دخترشو چی کردن؟ طلاق دادن. ابی ابن سلول گفت که بزرگترین ضربه که پیغمبر تیغ زهرالود ای قسمی نمیشه که بزنی، یک تیغ دیگه میزنیم که قلبش در بگیره. گفت چی هست؟ گفت سر ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها تهمت زنا را بکنی. ابی ابن سلول ای کار هم کرد.
در طائف گفت چه قسم پیغمبره؟ گفت دیوانا و لودایتان روان کنید که سنگ جار جارش کنه که دمی کوچا مردم ببینن که خون از سر پایش میریزه. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خون از سر پایش جاری بود در طائف. دندانش شکستانده، هر ضرر رساند. تو خود دعوتگر اسلام بگیری یک 4 نفر کرد، یک 4 کلمه گپ زده، بازی ببینیم بینگ 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 والا ما صاحب نفس ما برآمد والا فلانی که اینجا فلانی. تو وقت دعوتگر میشی که میگه پای کل مردم برات گپ بزنن، از این گوشه درآیه، از این گوشه دیگه تام برای هیچ سرش رای هم نزنی. هر قدر کمی یک نفر 50 دو بزنه تو فکر کنی که 50 درجه الحمدلله برام حاصل شد. اگر در دعوت 50 دو بخوری 50 چی میشه برات؟ 50 درجه پیش الله چی میشه؟ بلند میشه. یک سیلی خوردی، یک بینیگاکت خون شد، نه از این خاطر حق بگو، سر هیچ چیز رای نزن. اما اگر نه که دعوتگر صحیح نبودی، از این خاطر دعوتگر واقعی و صحیح چه وقت میشیم؟ دعوتگر صحیح و واقعی وقتی میشه که تو واقعا عقیده قوی قرآنی داشته باشی. 50 درس عقیده در 41 درس عقیده در 2 تا شاملی در 36 تا دیگه غیر حاضر هستی. اینجا پیش مل است است. باز تو خود دعوتگر جور میکنی. خب ترسم نرسی به کعبه اعرابی که این راه که تو میروی به ترکستان است. هر کس بینی خود سیاه کنه که مثلا مستری است. دوباره یک 6 ماه یک سال 2 سال یک چند لغت اما چی شد بلاله یک چند تا بوکس بلاله در کله کلت بخور باز کپی کش شوی. تو آمدی مفت کلازی بوکسای بلاله ناخورده، تو رفتی دکان کپی کشی باز کردی، والا در 2 روز کرای دکانم در سرت میگرده. این دعوتگرایی که عقیده رو درست نمیفهمه یا اصلاحات آورده نمیتونه، خودش هم یک 16 و قرضدار میشه. کتی هم جنگی کرده، زوام جنگی و کرده، زوام جنگی. دعوتگر قوی قرآنی باش که در بسیاری مجلس‌ها بری ناز کنی. بگیش من گپ نمیزنم. من بسیاری جای مجلس‌ها که میرم من گپ بزنم، من گپ نمیزنم. استاد جان خیر است یک دقیقه گپ من نمیزنم، گپ ندارم. استاد جان موتر برداری میکنیم یک دقیقه گپ بزن. من گپ نمیزنم. چرا؟ در یک جای در پاکستان امام بودم. یک سفید آمد مرا گفت مونتا تو مسئله خو که مال تاسو څه مسئله کوم؟ مسئله نسته. د تراویح کوي ما ختم خه نه خیر د مونږ ته مالک زه مسئله درته وکم ته هیڅ انسان نه ته هیڅ مسلمان نه ولی نه مال توپک د چیش اخیسته دمی توربور ده مال توربور د کافر ده کافر ده که مسلمان ده اینا مسلمان ده مال تو مسلمان ده توپک هغه کوي نو ته مسلمانه موزیک از چکر دی وها مردکه یک دفعه ایران با کی شده هر روز میاد خیلی مختلف دو مسئله بکنم نه از مسئله نشم کوي اینا لی قسم نمیشه یگانه کیست که مثلا میگم کلیت پیش میگروزه ایره داوزن که از جنگ جلو کو که از بگو که از بگو آدم میفهمه که در دعوت که است چه قسم سیستم دعوت از گذشت چه قسم بکنی حوصله چه قسم بکنی چه قسم بگریزی. خب به هر صورت به منزلت حکم استعانت چی هسته دیگه؟ در استعانت علما میگن که به اساس آیت قرآن که ایاک نعبد و ایاک نستعین اینمی استعانه چی هسته؟ در امور که مخصوص الله هست ای بالای انسان واجب و فرض می باشه و مخالفت با او انسان در شرک و کفر مبتلا میکنه. اقسام استعانت بسیار مهم است. این اقسام استعانت که ما شما باید بفهمیم. این از پیشان پرسانم میکنم. استعانت تقریبا چند قسم داره. اول استعانت از الله هست. اول قسم استعانت از چی است؟ از الله هست در اموری که مخصوص الله هست. استعانت از الله میجویی در اموری که موضوع مربوط به الله هست. این استعانت چه قسم میشه؟ با قلب و با عمل و با زبان میشه. قلبا موثق هستی که الله بزرگترین دوست من است. قلبا ایمان داری که هیچ کسی این مرض مرا، این درد مرا، این مشکل مرا گم کرده نمیتونه بغیر از الله. قلبا مطمئن هستی که الله دوست مؤمنا هست. الله ولی الذین آمنو. الله دوست
مؤمن است. پس قلبا میگه یا الله تو دوست من هستی، یا الله تو میتونی که اینمی نظام سرچپه بسازی، یا الله من اطمینان دارم که قادر مطلق تو هستی، دیگه مخلوقات اگر که ما کمکم میکنه بیرون کمک تو کردن نمیتونه. این حاله که قلبا و عملا و لسانا، در قلب موثق و معتمد به الله هستیم، عملا به بارگاه الله رجوع میکنیم، و زبانم میگه ایاک نستعین. اینجا یک قاعده نحوی است رو شما کلگی مردمایی که نحو را نمیفهمن، اصلا نستعینک ما از تو کمک میخوایم الله. علما میگن که وقتی که ای کاف پیش شد ایواز که ایاک در اول آمد، ای چی فهمه گفت؟ این دلیل اختصاص است که یعنی اینجا میگه که اینجا استعانت در مسائل اعتقادی مخصوص الله هست، از کسی دیگه استعانت خواسته نمیشن، لکن به شرطی که قلبت با الله باشه و عملا با الله ارتباط بگیری. و استعینوا بالصبر و الصلاة، به نماز خود پرتید سجده و زبانت هم استعانت از الله بخواه. این یک قسم استعانت است. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی میگفت؟ میگه عن ابن عباس، حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما چی میگه؟ میگه کنت خلف النبی صلی الله علیه و سلم، میگه من در عقب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودم. در عقب رسول الله چه قسم بودم؟ که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خو مثل ما واره نیست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بسیار مهربان بود. وقتی که سر امو حیوان سوار است میبینه که یک بچه که خوردم روان است سورم که خود سر از این چیز، میگه من دمی حیوانی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سوار است من هم در پشت ازی سوار بودم، که شطور است یا اسب است یا هر چیز است. یا من یک روز میگه فقال، میگه میگه که من شم و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دمی لحظه هم به دعوت مصروف است برای این بچه که خود درس میدن. بر چی میگه؟ یا غلام او بچگک، یا غلام او بچگک، بله یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، انی اعلمک کلمات، ما چند سخن برات یاد میدم. رسول الله صلی الله علیه و سوار است وای چی؟ انی اعلمک کلمات، ما چند کلمه رو برات یاد میدم. احفظ الله یحفظک، الله را به یاد داشته باش که الله تو را به یاد داشته باشه و تو را حفظ بکنه. الله را به یاد داشته باش. چون برای بچه‌ها که خود میگه من خورترک بودم در پشت. خب احفظ الله تجده تجاهک، الله را به یاد داشته باش، هر جایی که باشی الله با کمک تو هست، به شرطی که تو الله را به یاد داشته باش. خب باز برش دیگه چی درس میده؟ اذا سألت، وقتی که سوال میکردی، دعا میکردی، تقاضا میکردی، فهمیدی بچه؟ میگه بله صاحب. اذا سألت فاسأل الله، از کی سوال بکن؟ از الله. دعا بله الله بکن. و اذا استعنت، وقتی که استعانت کمک میخواستی، فاستعن بالله، استعانت از کی بخوای؟ از الله. الخیر ما درس عقیده را از کی بگیریم؟ اسوه ما، رهبر ما کی هست؟ رسول الله صلی الله علیه و آله. رسول الله صلی الله علیه و آله درس میده برای یک بچه یک کتشست نیست، این به کل عالم بشریت درس میده. اذا سألت فاسأل الله، وقتی که دعا میکردی سوال میکردی از الله سوال بکن. و وقتی که کمک میخواستی اذا استعنت فاستعن بالله، دیگه چی درس برش میده؟ سعی کو دعوتگر مسلمان میگه وعلم، بفهم او عبدالله ابن عباس، ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. اگر کل امت بخوای بر تو که نفع برسانه، چیزی نفع رسانده نمیتونه مگر آنچه را که الله برات نوشته کرده. و این اجتمعوا على ان يضروك بشيء، اگر کلشان جمع شود بخوای بر تو ضرر برسانه،
لم یضروک، ضرر رسانده نمیتونن الا بشیء قد کتبه الله علیک، مگر چیزی که الله برات نوشته کرده. اگه الله یک گلاس آب در پلچرخی برات نوشته کرده باشه، والله تو بری که 16 قسم دیپلماسی کنی میبرنت. اگه در گوانتانامو برات یک گلاس آب نوشته شده باشه، تو بری که 16 قسم واسطه داشته باشی میری. اگر نه که نوشته نشده باشه، باور بکن که مجاهدی رو میدیدیم که در میشار کابل هم چکر میزنه، هم تو بیغم میگرده، دل امریکایی رو از زندگی سیاه کرده، الله حفظش میکنه. گپ پیغمبر و ما ینطق عن الهوی، گپ پیغمبر از هوای خود گپ نمیزنه. ان هو الا وحی یوحى، بر عقیده میتکه. اگر کل دنیا بخواه برات نفع برسانه، کس برات نفع رسانده نمیتونه. اما چیزی که الله برات نوشته کرده سببش یک کس میشه. امشب برات یک خوراک کباب نوشته است، صحیح؟ تو رفتی در خالد کچالوست، ساعتی بود ببین در افطاری شیشتی دیگه بوی کچالو دمی کلید بد میخوره که در جهان بی وفا یک یار گندمگون نصیب ما نشد، یک مرغ گندمگون نصیب ما نشد، ما سیاه‌بختان مگر اولاد آدم نیستیم. در تقدیر تو دیگه قرار نمیده ششتی، اما در تقدیر تو چی هست؟ الله برات نوشته کرده که امشب ای باید چی خونه؟ کباب بخور. که چند قسم میوه. امی 15 دقیقه به افطاری اومده که زنگ او میگمش که زنگ چی کنم؟ باز تو بی خیرت پدر که 3-4 دفعه زنگ زدن. خود تو بدی ولی سلام علیکم استاد خوب هستین؟ سلام خوب است فلان جان خوب هستی؟ بله. والا هم افطاری رو تیار کردیم، این موتر رو در این پایین آوردیم، مگه اگه لطف کنین بین اگه خفه نمیشین چطور نمیشین؟ میری که صاحب کل چیز است. رزقی که الله برات نوشته کرده. اگر کل امت بخواه برات ضرر برسانه، صحیح نه؟ ضرر رسانده نمیتونه مگر چیزی که الله برات نوشته کرده. رسول اکرم صلی الله علیه و آله چی یک درس میگه که رفعت الاقلام و جفت الصحف، قلم ها برداشته شده و کتاب ها چی شده؟ این حدیث کلان با ترجمهش نشته کنید نمی دیوال خانیتان با این هر روز که جگرخون از کس خفه بودی این حدیث یک دفعه بخوان، باز از هیچ کس خفه نمیشی. یک عالم بزرگوار بود که نامش فراموش کردیم، این یک کس که سیلی زد، این سوی سعی کرد گفت که خدا تو را ببخشه. ای حیران من چی؟ من یک سیلی زد، من میگه خدا ببخشید. گفت سیلی خود قسمت من نوشته شده بود، افسوس گناهکار تو شدی. صحیح نه؟ این سیلی خود قسمت من بود یا تو یا یکی دیگه، این سیلی را میزد. این وهابی خود ما را میگن. خب افسوس که این مردم افغانستان در این کلمات در دوزخ میره. کاش که انگلیس میگفت، اگر انگلیس میگفت خب خیر است، انگلیس خب بیازم میگه. اما تو مسلمانه که خداوند در روز قیامت باز در مقابلت استاد میشیم انشاءالله، باز برات باز او برازی بیچاره مشکل پیدا میشه. دوم استعانت چه قسم است؟ استعانت از مخلوق است در کاری که توانایی داشته باشه. اول استعانت از کی بود؟ از الله بود در اموری که مربوط الله هست و در هر چیز از الله باید انسان استعانت بخواد. دوم چی است؟ استعانت از مخلوق است در کاری که توانایی از مخلوق داشته باشه. این سه قسم است. این سه قسم است. اول استعانت در نیکی هست، یک نفر در کار خیر است پیش تو کمک میخواد، کتش کمک میکنی. و تعاونوا علی البر و التقوا، تعاون بکنین به چی؟ به نیکی و تقوا. دوم استعانت به چی است؟ به گناه و حرام است. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. و سوم در چیزای مباح است. و احسنوا ان الله يحب المحسنین. پس استعانت از مخلوق در چیزی که توانایی داشته باشه. سوم قسم استعانت از مخلوق در کاری که توانایی نداشته باشه. سوم قسمش که یک نفر استعانت از مخلوق میخواد در کاری که توانایی نداشته باشه. این چند قسم است؟ این هم سه قسم است. اول استعانت از یک ضعیف در یک بردن یک کار بزرگ مادی،
مثلا یک بچه که از 10 ساله است، تو بر از او برجی اجدسیره رو میگه میره برام پشت کو، یک کار بیهوده هست، این واسش نمیرسه. دوم استعانت از یک انسان زنده در اموری که مخصوص خالق است. تو میای پیش ما برای من میگی که والا صاحب این بچه من مریض است، امیر شفا بده. من میگم خود شرک است، خود ناروا هست. چرا؟ شفا به دست من نیست. خیلی تو چی کرده میتونی؟ من از من چیزی طلب بکو که من میتونم. چی میتونی؟ من میتونم که بر سوره فاتحه را بخوانم و ما میخوایم که در غیاب بر دعا بکنم. اما تو که از من شفا میخوای، من این کار کردن نمیتونم. نیست من سر تو اعتبار دارم، تو بد اعتبار داری. نیست من برادر توی من خودم میشناسم، من که شفا میگم، من که طبیب میرم کله خود جور میکنم. من که شفا دادم میتونستم، تو بگی نیست من یک دو تا بچه کردم او خانه خراب، من خودم مثلا 20 سال یک تا بچه یک دارم. حالا من که میتونم یک 15 تا بچه برای خود نشم میگم تعویض از تعویض استاد دایی برای خود استاد دایی 20 دانه بچه این قسمی مانع رو اجرا بگم چرخکی تعویض من برای خود من. اما من میفهمم من چیز کرده نمیتونم. در تقدیر من یک بچه نوشته است و تقدیر من تغییر داده نمیتونم. وقتی که به خود نمیتونم، از این خاطر خوار پنجم نکاحش حلال است. فکرتان باشه خب خوار پنجم نکاح چی است؟ حلال است. صحیح نه؟ کس مخالف است؟ کلتان وهابیستین. خوار اول خوار سکه است، نکاح ازی حرام است که خوار که از مادر و پدر باشه. خوار دوم که نکاحش حرام است، کدام یکی است؟ پدری که تنها از پدر باشی. خوار سوم که از مادر یکیستین، پدرایتان جداست. مثلا یک نفر پدرش زن بیوه را گرفته، او بیوه هم یک اشتک داشته، حالی هم یک اشتک پیدا کرده. این حالی خوار که از او چهارم قسمش خواهر رضایی است که کت یک دختر در طفولیت شیر خوردی، در جوانی نه. صحیح نه؟ شیر جوانی که خورده باشی او اعتبار نداره. یگان تا میگم من در جوانیم شیر خوردم، مال چطور شدم؟ شیر در رضایت در طفولیت خورده باشه. این 4 تا نکاحش حرام است. نکاح پنجمی چی است؟ که حلال است. خواهر دینی. انما المؤمنون اخوان. صحیح نه؟ حالا وهابی شدی، یعنی خوب شد تو وهابی شدی. این آلیار که برشانی قسمی گپ هم میزنی میگه ایره وهابی ها میگه، ایره من نمیگم، ایره رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن میگه. یا پیغمبر رو دشنام میدن لکن نمیفهمن. اما ای که مثلا یک نفر 5 خوار سکه داره، 6 تا خوار سکه داره، 7 تا خوار سکه داره، خدا کنه که میلیون خوار سکه داشته باشی، میلیون خوار مادری و پدری و رضایی داشته باشی، برات نکاح چی است؟ حرام است. تنها خواهر دینی، خواهر دینی است که انما المؤمنون، تو بیادرم هستی در دین، خواهر تو خواهرم است در دین، خانم من خواهرم است در دین. بی عایشه خواهر رسول الله صلی الله علیه و سلم بود در دین. صحیح نه؟ اینا بسیاری کسایی نگهپا را نمیفهمن و دشمنای اسلام بسیار زیرک هستن، از این کلمات به ضد مسلمان ها استفاده میکنن. خب اول گفتیم استعانت از مخلوق در کارهایی که توان نداشته باشه، استعانت از یک انسان ضعیف در یک کار قوی. دوم استعانت از مخلوق در امور غیبی که مخصوص الله هست. تو میری پیش یک مخلوق، من مثالش برات دادم، نه برازو میگه که تو تقدیر مرا تغییر بده، والا تقدیر کار من نیست. سوم استعانت از یک مرده در امور مخصوص خالق. یک نفر میره پیش یک مرده استعانت میشه بر من بچه بده، بر من دختر بده، و از استعانت توانایی ازو نیست. کار بچه دادن و دختر دادن و شفا دادن مخصوص خالق متعال است. اینال 4م قسم استعانت چی است؟ استعانت با اعمال است.